سلام دوستان، چطورین؟ خوبین؟ چه خبر؟ چیکار میکنین؟ بچه تو این دیروز خب مثلا من براتون محتوا ساختم، واقعا خسته بودم. خب بعد هرچند الان هم خستم، یعنی حالا دلیلش هم که یکی اینکه ترافیک خیلی زیادی بین کرج و تهران با تهران و کرجه، خب آدمو خسته میکنه. یکی هم این که جی پی اس ها چون مشکل داره خب آدم گم میشه. من حدودا شاید بگم 2-3 ساعت داشتم دور خودم میگشتم، خب و گم شده بودم، واقعا گم شده بودم، اصلا نمیدونستم کجا. و تابلوام که مشکل داره، تابلو اصلا مشخص نیست کجا رو داره بهت نشونی میده، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. حالا خارج از اون آدمو خسته میکنه، آدم کلافه میشه، گرمای تابستون، از اون طرف شلوغی، جمعیت زیاد، اصلا نگم برات. حالا صحبتی که پیرو صحبت‌های قبلی که داشتم، خب اینکه خودتون رو به چالش بکشید. خب از خودم شروع کردم، من خودم رو به چالش کشیدم، خواستم خودم رو محک بزنم، ببینم چقدر توان یادگیری دارم، اصلا میتونم یادگیری رو با این سنی که الان دارم داشته باشم. چون حالا من ده 60ام، خب ده 60 یه چیزی که تو وجودشونه شرافته، چیزی که همه ده 60 دارن، چه خوب و چه بدش، حتی بدش هم شرافت داره، خوبش هم شرافت داره. بعد به جز اینکه الان تو مرداد هم هستیم دیگه، بچهای مرداد تولدتون مبارک باشه. ده 60 مخصوصا ده 60 مخصوصا بین ده 60 تا حالا من 70 هم میگم ده 60 70 یا اول 71 به بعد دیگه دهشون بعد اون هم ده 60 چون ده 70 و ده 60 و 70 با هم خاک سر شدیم. خب به قول قدیما میگن سوختیم، ده سوخته بهش میگن. میخواستم ببینم با این سنم میتونم باز برم برای یادگیری. حالا یه تستی رو خودم زدم، شروع کردم و طبق برگه‌ای که حالا بالا زدم دو تایم زدم، خب یعنی نوشتم. بعد یه چالش 7 روزه است ولی 2 ماه طول میکشه، یه چالش 7 روزه یه که پایانش تو 2 ماهه، خب یعنی نتیجهش 2 ماه میاد، 2 ماه خوشو نشون میده. حالا اینکه چه اتفاقی میافته یا مثلا چه رتبه ای رو میگیرم زیاد برام چیز نیست، اینجاش برام خیلی مهمه اینکه من این چالش رو شروع کردم، خب و تونستم به ترسام غلبه کنم. ببین این غلبه کردن تو ترسا خیلی مهمه بچه‌ها، دوستان خیلی مهمه. ببینیم ما تمام اشتباهاتمون از ترسه، اینو جدی دارم میگم. ترس از این که من ماشین بگیرم، ترس از این که من زمین بگیرم، ترس از این که من خونه بگیرم. این ترس تو وجود ماست، اینکه پول ندارم، اینکه پولم کم بیاد، اینکه کسی کمکم نکنه. اشتباهات ما اینه و اشتباهات ما اینه که از آدمایی کمک میخوای که نمیتونن نقش درستی رو ایفا کنن. خب تو زندگی ما بارها شده یه چیزی رو خوشت اومده و اینکه به چند نفر رو انداختی، جواب نشنیدی و ناامید شدی و بزرگترین مشکل همینه، اینکه تو جا میزنی، جا زدی. خب خیلی مهمه. خودم رو مثال میزنم، من خودم بارها شده خیلی کمک خواستم، خیلی بی‌تعارف دارم میگم، بی‌تعارف، خیلی از دوست، فامیل، آشنا، افراد درجه 1، افراد درجه 10، دوستان نزدیک، دوستان دور.
ولی خب نه به این راحتی ها. مثلا خب من غرورم یه مردادی هم، غرورم اجازه نمیداد که اولا بخوام، چون میدونستم جواب نه میدن و این به نظر من توهین به شخصیت منه که بیام از یه نفر درخواست کمک کنم که میدونم کمک نمیکنه. اینو مطمئن بودم. یعنی ماها میدونیم، ماهایی که در شخصی هستیم میدونیم، خیالتون راحت باشه، بی تعارف دارم میگم، ماها میدونیم. نمیدونم چرا ولی میدونیم، خیلی چیزا رو میدونیم. میدونستم کمک نمیکنم ولی باز رو انداختم و جواب نشنیدم و چه از بسیار درجه اول چه از درجه 2 3 کلی، اونایی که خیلی باشون صمیمی، اونایی که باشون صمیمی نیست، همه ما این گزینه‌ها رو داشتیم و داریم و دیگه نداشته باشیم. بچه‌ها، دوستان، جدی میگم، ببینید ما توی یه جامعه‌ای داره زندگی میکنیم که الان طرف تو کار خودش مونده، حالا چه برسه بخواد به تو کمک کنه. این حقیقته. باور به این داشته باش که دیگه طرف اگه بخواد کمکم کنه نمیکنه، اصلا دلیلی نداره که بخواد به تو کمک کنه. تو تنهایی و تو تنهاییت باید تلاش کنی، نه اینکه فکر کنی فلانی بیاد کمکت کنه. نه، اگرم کمکت کنه براش یه جایی نفع داره، اصلا شک نکن. یه جایی هم نفع نداشته باشه، خب برای منت گذاریش این کارو میکنه. خب صرف مطلب حالا این که فرض مثال شما یه خونه ای بگیری، خب قطعا جبران میکنی براش، یا یه ماشینی بخری، یا مثلا یه کمک مالی کوچیکم بهت بشه، قطعا تو کمکش میکنی، حمایتش میکنی، تو هم جبران میکنی. اما اون نمیفهمه، درکشو نداره. خب چون مغزشون کوچیکه، کوتاست. یعنی حالا یا شاید مثلا ضربه هایی خوردن، یا نه مثلا تو ذهنشون اینه که اگه من به فلانی کمک کنم ماشین بخره دیگه منو تحویل نمیگیره، یا خونه بخره دیگه منو نمیشناسه، یا میخواد به من ضربه بزنه. نه عزیز، این حرفان حالت کمکی که میخواستیم. چون خونه من همیشه میگم خونه 5 میلیونی شده 5 میلیارد. 5 میلیارد رو من تو عمرم ندیدم، حالا چه برسه خیلی های دیگه. یارو 100 میلیون پول پیش پول نداره، خودم دیگه خودم مثلا اصلا جای دوری هم نمیره، خودم خیلی ها مثل من 100 میلیون رو ندارن تو حسابش. اصلا تو بگو 30 میلیون کلی، میگم کلی، دیگه حقیقت دیگه چرا باید دفره بریم. با تمام این مشکلات ما سرپاییم، به امید روزی که بتونیم موفق باشیم رو خودمون تلاش کنیم. من دیروز که خیلی خسته بودم، همین قضیه گم شدن و اینا، روز یه محتوا ساخته بودم، بچه خودتون رو به چالش بکشید بچه. من نمیدونم چرا انجام نمیدین. من میدونم انجام نمیدین، حالا دلیلش هم به خودم ربط داره که چجوری متوجه میشم. خب با تفکرم، با ذهنم میشناسم، افرادم رو میشناسم، یکی به من سلام کنه تا تهش رو میفهمم کیه. چالش بکشید خودتونو، جدی میگم ضرر نمیکنید. ببینید من با سن 40 نشدم هنوز، یه امروز پنجم یا ششم دیگه، یه 6 روز دیگه، 6 روز دیگه میشم 40 سالم. 11 من ماه گرفتگی داریم. 11 موقعی که من دنیا میام زمین دوان کنفرکار میکنم. 11 من با این سنم خودم به چالش کشیدم، یعنی به خاطر اینکه بهتون ثابت کنم خودم به چالش کشیدم، زدم. یه دوره خوبی را گرفتم که خودم رو محک بزنم، موفق بشم، برای خودمه. موفق نشم بازم برای خودم. نه چیزی از دیگران کم میشه، نه چیزی به دیگران زیاد میشه، بلکه شاید برای دیگران مفید باشه. خب اینکه من موفق بشم باعث اذیت دیگران نمیشه، و اینکه اگه من موفقم نشم بازم همینه، هیچ ربطی به دیگران نداره که بخوان خودشونو
فکر کنن چه اتفاقی داره میافته و فلان و بسار. مثلا من به این سوارشم چی از یارو کم میشه، چی از فلانی کم میشه، یا مثلا اون بن سوار شه چی از من کم میشه، چی به من زیاد میشه. باعث افتخار منه که طرف بن سوار شه یا بی ام و سوار شه، مثلا طرف پراید بگیره، یا مثلا طرف پژو بگیره، یا طرف مثلا لکسوس بگیره، آودی بگیره. نه چیزی از من کم میشه، نه چیزی از من زیاد میشه، بلکه افتخاره. میگم خب خدا رو شکر منم به این سوار شم، قطعا همینه، نه چیزی از طرف کم میشه. اما بعضی چالش ها خب باعث میشه که خودتو بهتر بشناسی، محیط اطرافتو بهتر بشناسی. ببین من بعد از این چالش قطعا 2 تا چالش دیگه پشت این میندازم. خب حالا یکیشو میگم، میخوام برم کلاس خطم خیلی خرابه. یعنی الان حدودا شاید 15 سال میخوام برم کلاس خط. قطعا که چالش بعدی گزینش کلاس خطه. بس با این گوشی و لپتاپ و اینا کار کردیم دیگه کلا داستان گرم و لخت هم نمیتونیم بشیم جلوی دوربین لخت نمیتونیم بشیم. چالش های کوتاه، چالش 2 روزه، چالش 3 روزه. مثلا حالا برو باشگاه، برو مثلا دختری برو مثلا 2 تا شکم کار کن، پسری جلو بازو کار کن، پشت بازو، برو باشگاه 2 ساعت 1 ساعت برو باشگاه. این چالش خودت. آقا صبح تا ساعت 11 12 بخواب، ساعت 1 تا 3 برو باشگاه، نهارتو بخور و هست که شد برو باشگاه. اگر کار میکنی، کارمندی، غروب برو باشگاه، شب برو باشگاه، 2 ساعت برو. این چالش رو برای خودت درست کن. بچه ها جدی میگم، تویی که آنلاین شاپ داری، تویی که میز درست میکنی، تویی که آهنگری، تویی که آقا 2 ساعت برای خودتون چالش بذارید. نمیخواد باشگاه ثبت نام کنی، ثبت نام نکن. 2 ساعت برو. فکر کنم مثلا 20 تومن 30 تومن بشه، 40 تومن بشه، فدای سرت، هر چقدر که میشه. 2 ساعت برو تمرین کن. 2 تا دمبل بزن. دمبلم اینجا نیست، دمبلم اون. دمبل بزن، هارتل کار کن، پرسینه کار کن، شکم کار کن. 2 ساعت ولی برای خودت چالش بذار. نه چیزی از تو کم میشه، نه چیزی بهت زیاد میشه. حداقلش اینه که این انگیزه رو برات ایجاد میکنه تو میتونی برنامه ریزی کنی، تو هنوز توانشو داری، هنوز گنجایششو داری. سخته؟ کتاب بخون. نه کتاب نخون، وایس گوش کن. این چیه بهش میگن، پادکست اینا گوش کن. حالا اصلا بذار، حالا دیگه همین رو گوش کن. من این هفته کارم یه خورده سبک بشه، این هفته آینده یه کانال میسازم توی تلگرام. خب اونجا میخوام موزیک براتون بذارم با آهنگای درخواستی خودتون. همین جمع، همین 900 خورده‌ای که هستیم، بیاین اونجا، من براتون آهنگ میذارم درخواستیه، یعنی هرچی شما بگی میذارم. آقا خوبه؟ اونجا یه چالشه، آقا به من پیام بده، بگو مثلا مهدی جون اون آهنگ فلانی رو برای من بذار، تقدیم میکنم به فلانی. آقا چطور؟ اینم یه چالش دیگه، ولی اول چالش خودت رو راه بنداز، نه منو. برو باشگاه، برو مثلا جمعه دست دوستاتو بگی، دست خانوادتو بگی، برو یه جا کباب بزن، یه دونه مرغ بگیر بده یارو برات خورد کنه، برو جوجه بزن، برو چیت، اگه بچه تهرانی برو چیتگر، بچه کرجی برو کندوبا بچه هرچه که هستی جمعه رو یه خورده برای خود بگه. اصلا حال نداری بیرون بری، تو خونه بزن. باز نمیتونی بری جمعه، برای خواهر برادرت یه دونه قهوه درست کن. دیگه اینه که میتونی انجام بدی. یه چالش، آقا من میخوام براتون قهوه درست کنم، اینا هم به من بگی آقا مهدی جان من این کارو کردم. تو یوتیوب به من پیام بده، مثلا زیرش بنویس تو یوتیوب بگین که آقا من میخوام این کارو کنم.
زیر همین پست بذار، اصلا پستای دیگه هم نبینین، همین رو ببینین که من موقعی که میذارم تو تو اینستاگرام میذارم زیرش هم مینویسم آقا امروز برای من بنویس چیکار کردی. بعد بچه‌ها اینو یادتونه من گفتم که چیزاتون رو بنویسیم؟ من نمیدونم چی جوریه این که الان میبرم تو کلاس، اینا چیزای کلاس رو برای چیزه نگاه کن. اینجا من حدوداً 7 سال پیش گواهینامه گرفتم. 7 سال شد. اینجا نوشته بودم، نگاه کنید، اینجوری بهتون نشون بدم. نگاه کنید، این صفحه چیزشه، این صفحه خالیشه. اینجا اینم صفحه‌ایه که 7 سال پیش من اینو نوشته بودم برای اینکه میخوام برنامه آموزشی رانندگی نوشته بودم. البته یک دفتر دارم که اونجاست. من بهتون گفتم که بچه‌ها چیزاتون رو یادداشت کنی، ولی واقعا بذار یه حقیقت رو بگم، من خودم یادداشت نمی‌کردم و الانم یادداشت نمی‌کنم. و اینکه صبح که داشتم میرفتم اینقدر محتوا تو ذهنم بود که بسازم براتون، یعنی مثلا محتوا اصلا تو ذهنم بود که براتون بنویسم، صحبت کنم، وایس بذارم، ولی چون رانندگی میکردم دیگه گفتم ولش کن، شب میام براتون میسازم. شب که اومدم اصلا یادم رفت چی میخواستم بسازم. ولی خب این پارت 2 چالشه، احتمالا اگر انجام ندین دوباره چالش رو میدادم، فردا هم دوباره همین داستانه، فردا پارت 3 شو میسازم. کامنت کنین که من بدونم انجام میدین، اگر ندین همچنان ادامه ده. یهو دیدی تا 1 سال من یک پارت 360 پارت عید نوروز برای چالش فردا برام ببین، من الان آپلودش میکنم، یعنی بیدار میمونم آپلودش میکنم. اوکی، توی اینستاگرام، توی یوتیوب برام بنویسین آقا من دارم انجام میدم، چالش من باشگاه، چالش من مثلا قهوه، چالش من جمعه، چالش من اینه که فردا برم مثلا لباس بخرم، چالش من اینه که فردا برم ساعت بگیرم. من خودم عاشق ساعتم ولی خب شانس ندارم. بعد اینکه میخوام برم مثلا برم دور بزنم، نمیدونم، پیاده روی، اصلا این خودش چالشه، پیاده روی چالشه. ساعت 10-11 پاشو برو، یه ساعت زیاده، یه رو پیاده روی کار. از اون برم یه دونه میوه بگیر، سیبی، خیاری، گوجه ببر خونه، دست خالی خونه نرو. مرد حسابی دست خالی خونه نرو، هیچ وقت دست خالی خونه نرو. و برای خانومت کادو بگیر، یا خانومی برای شوهرت کادو بگیر، مجردی برای من کادو بگیر، نمیدونم، هر کاری که دوست داری بکن. ولی یادتون باشه برای خودتون چالش انجام بدین. ببین تا 12 میخوابی اب نداره، پاشو برای خانوادت چای دم کن، براشون چای بریز، بگو مثلا فلانی چای میخوای، فلانی چای میخوای. یه حرکت جدید تو زندگیت باشه.